رستوران برگشتن با برگشتن برگشتن با برگشتن رستوران اون چی میگه چی نمیگه دکتری اون کسا ممکن که باز گشتن با میبیاد با میگه که ما اونجا دفعه میکنم با جمعه گشتم خیر من 15 سالگی خود مهاجرم در اینجا دیگه من نمیخوام که 15 سال دیگه یا 20 سال دیگه در اینجا مهاجر بشم برای همین گروه همون تشکیل کردیم که بخیزیم محمود دولت توجیکستان خود ما نشان بدیم که خلق ندوال خسته خلق ما نوروزیم ای پلیت که اوزی رفته ما نوروزیم ما میخوایم برگردیم توجیکستان برای همون این جنبش خودش تشکیل کردگی جنبش ما دولت روسیه دستگیری کردگی قانونی بچه ها نترسید. خب مردم تاجیکستان اگر صدای ما را شنیده باشه به الله قسم شما هیچ وقت دیگر رحمانوف سایه خدا نگی چه خیلی که سید مکرم ببخشید سید مکرم مفتی تاجیکستان میبرای روزی زادروز امام علی از روی زادروز امام علی رحمانوف شده روز عید قربان بر روزی زادروز امام علی رحمانوف میمونه گویا امام علی رحمانوف ماهتاب میگویند امام علی رحمانوف آفتاب میگویند فتوا میبرارن که او سایه خدا است و زید سایه خدا شما سخن نگویید. من بدلov شابودین شمسودینویچ این حال در فدراسیون روسیه در ولایت نیژنی نوگورود قرار دارم و پناهندگی موقتی فدراسیون روسیه را دارم و من اعضای حرکت سیاسی گروه 24 هستم. امروز یک امنیتی روس به من زنگ زد و گفت که شابودین من میخواهم که با تو یک چند دقیقه صحبتی روبرو داشته باشیم و من سراغ رو با او دادم و اون نفر با همراه 2 نفر دیگه اومد و مرا گفتن که تو در راز دادگی هستی ما میخواهیم که تو رو به تاجیکستان انتقال بدیم اگر که همکاری کنی با ما تو رو انتقال نمیکنیم. از همین لحاظ تا روز جمعه یا که پنجشنبه مرا مهلت دادن اگر که همکاری بکنی ما چیکار میکنیم ما تو را به تاجیکستان استرداد نمیکنیم. من گفتم که حجت دارم گفتم که حجت هم میتونیم که انیرول بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه من از طرف کمیسریت حربی کمیته امنیت را برده شد. من میدونم با دستگیری کمیته امنیت بود. من بار دیگر تکرار میکنم که اگر رئیس جمهور پسرش امام علی رحمان در خدمت کنه من پسری من خدمت میکنم. بار دیگر تکرار میکنم من نودین عیفم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات بارها من این مسئله برداشته بودم بارها من گفته بودم که نفرها به طرفان باید نکنن این آدم دزدی در کمیسریت حربی با گروه های مخصوصی جنایت پیشه سالهای سال علاقه ادامه داره. من نمیدونم با کدام طرز و اصول من بارها گپ زده بودم بار دیگر تکرار میکنم. مولا زیدیستو کنی برن کنی بینم کنی کی میبره من ببینم اینا. هموطنمان شخص سیاسی و اجتماعی محمود اودینایف مثال آوردیم و رژیم آگاه کردیم و پیشنهادم کردیم که آزادش کنه. معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی و اینچنین یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی و یکی از شهروندان جمهوری تاجیکستان و یکی از آزادیخواه مهمترش آزادیخواه و اون هم انسان یک مرد. 5 دکبر از طرف رژیم دستگیری در شهر دوشنبه در شهر حصار و 27 ینور یعنی 3 روز 4 روز پیش یک دادرس یا یک پروکورور پیشنهاد کرد که با این نفر 15 سال زندان بتین یعنی جزاش 15 سال زندان. اما 29 ینور علاکه 14 سال زندان به این شخص به محمود اودینایف دادن یعنی پسی پنجرش بودن به مهلت 14 سال. 14 سالی شوخی نیست و گفتیم که گناه نداشت. یکم استاتیاش برای که گردی همایی تشکیل میکرد مردم با میدان و تظاهرات دعوت کرد پیشنهاد کرد که مرا اجازت بتین این گناه نیست موافق سرقانون ماده 1 باب 1 ماده 27 یا 29 خطا نکنم اجازت در گردی همایی اشتراک کردن یا گردی همایی کردن. اما
اجازتش ندادن. ایرا یک اغواانگیزی و یک تهمت در گردنش زدن که یک جنایت حساب کردن و یکی از گناه‌های دیگرش گویا به طرف کارمندان کمیسیت حربی شهر ایسورا دغلانه رفتار کرده است. شاید گپی سخت گفته است که این از نگاه بنده ویدیوش هست، نواراش هست، این گپی بد نبود، زیرا اونا گفتن که پسری را مجبور آوردن، زده آوردن، او خودشون جنایتکار بودن، او خودشون قانونشکنی کردن، دغلانه رفتار کردن نسبت یک شهروندی یا یک ساکنی و اعضای این ملت یا که شهروند جمهوری تاجیکستان. خب به هر حال ما درباره گپ زدیم. این شخصیتی بگیم بسیار غیور، دلیر، شجاع که با تنهایی گپ زد اما بردن 14 سال زندانش کردن. من فکر میکردم 7 سالش میتن، اما این بدبختا واقعا بدبختن، برحمانه نگاه نمیکنن که او فرزند داشت، زن داشت و زندگی و حیات میخواست، بردن 14 سال زندانش کردن. پس پنجره من این عملا محکوم میکنم، باید آزاد شود. محمود اودینه باید آزاد شود و دیگر زندانی هایش که هستن که سیاسی باشه، اجتماعی باشه، بگناه و بتهمتن، همه ما باید آزاد شوند. ما باید کوشش کنیم هر یک زندانی، هر یک محبس یا که محبوس در همو زندان دو چشم چوره که یک روز نه روز این درهای زندان باز میشه یا که یک نفر به حال ما یک کمک میکنه یا که دستگیری میکنه، ما این داخل میبریم. حتی بعضی شاید مثل نو رشته راضی شود که ای پیشوا بخشش پرسه که آزادش کنن، این خیلی هم شاید بشود. نگاه کنید یک مثال دیگر هم برای ما الکی روشن‌تر شد که وقتی چاپلوسا و هوادارا و مخلصای رحمانوف میگن بین از نزدیک در وطن گپ زنن، اینا مثال عادی یا که مثال نو که این بار اول نیست، شخص اول نیست و شخص آخر هم نیست. پیش از این نفرایی که حتی اعتقاد راضی با گپا و قانونهای حکومت نبود او را بردن زندان کردن، چی برسه نفری که گپ زد ای حق خودش دفاع کرد یا که پشتیبانی کرد. اینا ببینید در داخل نخیل بردن زندانش کردن، در خارج حتی از همون دور هم زهرش هم کنه. رحمانوف برادر ما و شما ابراهیم مقصود سال 2015 از مسکو از روسیه دزدیدن بردنش. برادر ما و شما احسان آدینایف به نام سرافراز علم افروز او را هم دزدیدن نابود شد کی رژیم. برادر ما و شما یک سال نشد 6 ماه شد شابودین بدلوف ایران ما مسکو دزدیدن. این چی گپه؟ روسیه با بزرگیش یک داغ در چهره خودش باقی موند. روسیه بزرگ با همین قدر بزرگیش یک داغ سیاه در بالای خودش گذاشت. برای چی؟ نفرا را ای مسکو گرفتن بردن از دوری میگن گپ میزنه چی نمیشوه از دوری. شما ببینید از سال 2016 تا این 2019 این سال خیلی پاندمی بود نشید حرکت سیاسی گروه 24 واردی سازمان امنیت همکاری اروپا داخلی یک تالار جهانی شد به نام سازمان امنیت همکاری اروپا سهش میگن در ورشو هر سال میشید. 2016 مخالفا یک گروه علاهیده هر گروه در آمدن چهره رژیم سیاه کردن. انا شما ببینید در اینجا نام روسیه هم گرفته میشود. روسیه داغ سیاه در چهرهش ماند. دشمنای خارجی که دولت‌های خارجی بسش نبود که این کار کرد، یعنی کمک کرد رژیم شخصیت‌ها را این شهروندای ما و شما را از مسکو دزدیدن بردن در تاجیکستان زندان کردن. یا داغی که در سازمان‌ها حتی کشورها علاقه یا نام‌نویس شدگیان هر دفعه یک طعنه یک بگیم که لقمه بر روسیه میپرتن که تو شهروندای تاجیکستان گرفتی دادی.